سلام دوستان، به چهارمین پادکست چنل مانی هانت خوش اومدید. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی هستید حالتون خوب باشه و جیبتون پرپول. همونطور که از اسم چنل ما مشخصه، ما اینجا با هدف خاصی دور هم جمع شدیم تا بتونیم با روش‌های مختلف به درآمد برسیم. همونطور که قول دادیم توی این پادکست قراره درباره روش‌های مختلف درآمدزایی با موبایل صحبت کنیم. خیلی از ماها روزانه بیش از 3-4 ساعت از زمانمون رو با موبایل کار میکنیم. پس چه بهتره که بتونیم از همین روش هم استفاده حداکثری داشته باشیم و به درآمدزایی برسیم. به طور کلی وقتی حرف از درآمد با موبایل میشه، عموم مردم به فکر تولید محتوای ویدیویی و کسب درآمد با گوشی میافتن. اما با استفاده از همین وسیله ساده میتونیم به روش‌های مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف به درآمد برسیم. خب بهتره که هرچه سریعتر به سراغ انواع روش‌های درآمد با موبایل بریم. مورد اول همکاری در فروشه. همکاری در فروش به این صورته که یک برند محصولاتی داره که جهت فروش اونها به تبلیغاتی نیازمنده. در این مرحله کافی است که شما فقط با تبلیغ کردن برای اون محصول آن را به فروش برسانید و در ازای فروش خود از برند کمیسیون دریافت کنید. حالا این کار اصلا چه مزیتی داره؟ اول اینکه درآمد اون به میزان تلاش و کوشش خودتون بستگی داره. پس هر چقدر که فروش شما بیشتر باشه کمیسیون بیشتری دریافت میکنید. دوم اینکه به سرمایه اولیه نیازی ندارید. سوم اینکه به تخصص خاصی جهت انجام کار نیاز ندارید. چهارم اینکه درآمدزایی شما میتونه به صورت 24 ساعته باشه. و مورد پنجم هم اینکه امکان کسب درآمد برای نوجوانان فراهم میشه. البته این مورد را یادآوری کنم که با سیستم ها و افراد معتبر جهت همکاری در فروش کار کنید تا یک درآمد مطمئن داشته باشید. مورد دوم برای درآمد موبایلی ترید هست. در پادکست قبلی به طور کامل درباره ترید صحبت کردیم. فقط لازم میدونم دوباره به شما دوستان یادآوری کنم که برای آموزش ترید با افراد و کانال‌های مطمئن همکاری کنید. مورد سوم درآمد با موبایل دراپ شیپینگ هستش. دراپ شیپینگ نوعی تجارت خرده فروشی است که در اون فروشنده سفارشات مشتری ها میپذیره اما انباری برای نگهداری از محصولاتش نداره، بلکه محصولات مورد نظر را از تولید کننده، عمده فروش یا خرده فروش تحویل میگیره و مستقیما به سوی مشتری ارسال میکنه. در حقیقت دراپ شیپینگ نوعی واسطه‌گری بین عمده فروش و مشتری میباشه. خب حالا بریم سراغ مزایای دراپ شیپینگ. مورد اولش اینه که به سرمایه اولیه کمی نیاز دارید، به طوری که شما میتونید بدون هیچ سرمایه شروع به دسته‌بندی محصولاتتون کنید. علاوه بر این فقط محصولاتی را خریداری میکنید که مشتریان مبلغ آنها را پرداخت کردن. مورد دومش اینه که کار خودتون رو به آسانی میتونید شروع کنید و نگرانی های کاری از قبیل مدیریت انبار، مدیریت کالاها، بسته‌بندی محصولات و غیره ندارید. مورد سومش اینه که محیط کار انعطاف پذیری دارید، به طوری که از بابت سختی محیط کار خیالتون کاملا راحته. مورد چهارم درآمدزایی با موبایل ادمین تلگرام و اینستاگرام بودن. امروز عده زیادی از طریق همین روش کسب و کار مورد علاقه خودشون رو راه اندازی کردن و به درآمد متناسبی رسیدن. از اونجایی که این کار زمان زیادی میطلبه، برای افرادی که زمان آزادتری دارن مناسب تره. مورد پنجم درآمدزایی با موبایل تایپیست بودنه. شاید به گوشتون خورده باشه که برای تایپ یک صفحه مطلب هزینه‌های متفاوت و گاه هنگفتی پرداخت میشه. تایپیست بودن یکی از شغلاییه که شما بدون سرمایه اولیه و فقط با نوشتن یک متن میتونید به درآمد برسید. این کار محیط انعطاف پذیری داره و فقط کافیه شما به اینترنت متصل باشید تا بتونید کار را پس از تکمیل به کارفرما تحویل بدید. این روزا در برخی کانال‌های تلگرامی عضوگیری‌های جهت استخدام تایپیست بسیار رواج پیدا کرده.
خب دوستان، به پایان این پادکست رسیدیم. اگر از این پادکست خوشتون اومد ممنون میشم که همین الان این پادکست رو لایک کنید و چنلمون رو ساب کنید. تا دیداری دیگر، بدرود.